آهنگ میشل استروگوف رو با دست راست نواختیم، پیانوی اون رو هم یاد گرفتیم. هم در واقع آکوردهای ساده تر و هم آکوردهایی که یه مقداری سطح بالاتری داشتن و من هم در انتهای یه مقداری از آهنگ رو با آکوردهای متنوع تری نواختم که بدونید میشه در واقع آکوردها رو تغییر داد و از همون اجرای من هم بتونید برداشت کنید و روی اون موضوع آکوردهای متنوع کار کنید. و اما میخوایم در مورد ریتم و آکورد و سرعت آهنگ صحبت کنیم. ریتم این آهنگ خب باید، چون فرم آهنگ ملایمی هست، ریتمش هم باید یه ریتم ملایم باشه. در ضمن ما در این CD آیا من آهنگ‌های بیر پارس را درست اجرا میکنم، خیلی از آهنگ‌ها را من جمله همین میشل استروگوف اصل آهنگ رو هم که اجرای خود سریال هست توی CD گذاشتیم. یعنی آهنگ‌هایی که در واقع از نظر قانون کپی رایت ایرادی نداشته که ما اصلش رو هم برداریم، چون اینا در اینترنت دیگه فراوان هست و توی CD گذاشتیم که حتی شما بتونید نسخه اصلی آهنگ رو هم بشنوید. حالا علاوه بر این که اجرای کامل خود من در CD هست، ولی ورژن اصلی خود آهنگ هم در CD هست که بتونید فضای اون رو بشنوید. من چون فضای ملایم نیاز داشتم سراغ دسته بلدها رفتم و ریتم لایت بلد رو انتخاب کردم. ببینید ریتم فضای ملایم و خوبی داره و دلنشینه برای من. صداها هم همینطور. من اومدم و ریتمی که انتخاب کردم دیدم صدای کششی داره و اینجا چون بعضی از نوت‌ها مخصوصا 4 میزان اول نوت‌های خیلی کشیده‌ای هستن، بهتره که اون صدا ببینید یه صدای کششی باشه که بتونه اون زمان رو پر کنه. سرعت آهنگ رو هم من با تاپ تمپو الان میگیرم. ببینید من میخوام یه همچین حالت باشه. لا 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 لا. حالا میزنم لا 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 لا. بله، سرعت 86 رو ساز در آورد. اینی که میبینید وقتی من تاپ تمپو رو زدم صدای ریتم در نیومد، این آهنگ در واقع این استایل یا این ریتم درام کیت نداره، پرکاشن نداره. ببینید الان ریتم پلی شده داره هم پخش میشه ولی صدایی نمیاد، چون وقتی آکورد رو بزنیم صدا شنیده میشه. این ریتم در واقع اجزایش الان با چنل میتونم من بهش برسم. اجزای این ریتم توی قسمت A البته همشون آکورد هستن، اصلا درام کیت یا ریتم ندارن. به همین دلیله که میبینید ببینید الان هیچ صدایی نمیاد. اما اگه بیا انتخاب کنم ممکنه نه. خب توی بی هم نبود. اینجا ببینید یه صدای خیلی ظریف سنج داره. توی دی یه مقداری بیشتر. منظور این که ساختار این ریتم و استایل جوریه که بیشتر با آکورد پر شده، نه با سازهای کوبه‌ای و درام کیت ها. اینه که بهتره که من وقتی میخوام ریتم رو روشن کنم مستقیما با آکورد روشنش کنم. چرا؟ چون اگر با آکورد روشن نکنم اینو میزنم ریتم داره کار میکنه، بعد اون لحظه ای که من آکورد میگیرم معلوم نیست که این میزانه ضربه اول میزانه، ضربه سوم میزانه، اصلا کجاشه، چون الان داره پلی میشه. پس بهتره که من سینک استارت رو بزنم که خودم پلی کردن آهنگ رو شروع کنم. پلی کردن استایل رو منظورمه. ببینید به این صورت الان از ضربه اول دقیقا شروع شد. حالا میخوام شروع کنم. باز یه نکته دیگه رو لازمه بگم. اکثر مواقع میبینید که من وقتی میخوام شروع کنم یه فیلینگ میگیرم. چرا؟ چون وقتی شما ریتم رو روشن میکنید ممکنه یه میزان بگذره آهنگ رو شروع کنید، ممکنه 3 میزان بگذره شروع کنید، ممکنه 4 میزان بگذره شروع کنید. این برای شنونده خوب نیست. شنونده باید بدونه شما کی میخوان شروع کنید. پس اگر چند میزانی هم ریتم شما به صورت در واقع سولو داره کار میکنه،
بهتره که با گرفتن یک فیلم این لحظه شروع جملتون رو به شنونده نشون بدید. به این صورت ببینید معناش رو میکنم. حالا چند میزان صبر میکنم بعد با فیلم ببینید. پس اینجا این فیلم این زمان شروع آهنگ رو با یه علامت کوچکی به شنونده نشون میده که شنونده هم منتظر باشه بدون الان جمله موسیقی شروع میشه. میریم سراغ اجرا.